حالا رشته سخن به الهام جان یعقوبوف، رئیس اسوسیاسیون مهاجران آسیایی مرکزی. مرحبا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض ادب و کمال احترام، السلام علیکم برادران عزیز، خواهران گرامی، پدران، مادران و هموطنان گرامی. پیش از همه به اون نفرانی که این همایش بزرگ و همایش محترم را برگزار کردند و همه ما تاجیکستانیان را دعوت کردند، عرض تشکر میکنم. البته من هم مثل دیگر برادران عزیز میخواستم چند نقطه خود درباره این موضوعی که مطرح شده ایستاده است بگویم. واقعا تاجیکستان پس از امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی با آخر رسانیدن کار کمیسیون آشتی ملی دارای ثبات سیاسی و صلح کامل قرار داشت. صلح به معنای آن بود که هر یکی ما از یک گریبان سر برآورده وطن عزیزمان را آباد میکنیم را داشت و هیچ کس حق و حقوق و افضلیت داده نشده بود که از این مال ملت سوء استفاده برد. دسترسی به معنویات، دسترسی به مادیات، تاریخ و بایگانی ملت، جزء تام جامعه باید همه برابر می بدند. این ملت و مردم باور داشت که کشور به یکی از کشورهای آباد، مردم سالار، حقوق محور، دارای انتخابات آزاد، دارای مطبوعات آزاد و از همه مهم قانون محور می شود. ولی در حقیقت حکومت فعلی امروزه شانس تاریخی داشت که کشور را به یک از کشورهای با ثبات، به یک از کشورهای مردم سالار و از همه بالاتر با رعایت و حقوق شهروندان و نتیجه این سازشنامه صلح را به جهان معرفی کنند، به دنیا معرفی کنند. ولی باعث افسوس است که با مرور زمان حکومت فعلی این شانس تاریخی و فرصت طلایی را از دست داده است و با مرور زمان به یک کشور خودکامه و ناکام تبدیل یافته است. شما میتوانید، هر کس میتواند سازمان‌های حقوقی دیگر استعدادی که اکسپرت هایی که درباره تاجیکستان می‌نویسد این گزارش را بخواند. واقعا کوه کهنه را چنان باد دادند که چنگش با آسمان پیچید و غبارش وحدت را از بین برد. کشور ما تاجیکستان شاید در حال حاضر یک امنیت و آرامی نسبی وقتینجا داشته باشد که با ترساندن مردم خود، با ترساندن مردم خویش به دست آورده است. ولی کاملا من خواهم گفت که وحدت، اتحاد، همگرایی، همدلی وجود ندارد. چرا؟ اگر واقعا ما وحدت می داشتیم، واقعا ما اتحاد می داشتیم و همدلی می داشتیم، باید که کشور رشد و پیشرفت میکرد. مردم فوج از این کشوری پیشرفته و از این کشوری وحدتزا، از این کشوری صلح نمیگریخت. و یا با گفت که مقامات که تاجیکستان را به یک جنت روی زمین تشبیه میدهند، مردم نمیگریخت. اگر واقعا ما وحدت می داشتیم، اگر واقعا وحدت ملی می داشتیم و همدلی و همگرایی می داشتیم و رشد و پیشرفت می داشتیم، این مشکلات های عمومی ملی و نگران کننده ای که خاص تمام مردم است به وجود نمی آمد. ما مشکلات بیکاری داریم که خاص ساکنان تمام کشور است. ما مشکلات کرپسیونی فساد داریم که خاص تمام ملت است. ریشه و پتگریشش در تمام نهادها ریشه دوانده است. اگر شما اکثر منصبداران ما آلوده به دست فساد دارند، اگر شما دستش رو میبرید با یک عضو دیگرش فساد میکنند. واقعا ما بالاتر از این مشکلات مهاجرین را داریم که
به یک مشکلات فراملی تبدیل یافته است. اگر واقعا ما وحدت و همگرایی و همدلی می داشتیم، این مشکلات های عمومی و نگران کننده و خاص تمام ساکنان بروز نمی کرد. شما هیچ کشوری پیدا نخواهید کرد که در برابر وحدت داشتن، در برابر رشد و پیشرفت داشتن، در برابر اتحاد داشتن این مشکلات های عمومی داشته باشد. بله شاید در یک کشورها باشد، ولی این مشکلات ها تعداد معدی خاص ساکنان است، نه یک مشکلات عمومی و فراگیر و خاص تمام ساکنان کشورش باشد. برای همین واقعا اگر ما کشوری که وحدت دارد یک نفر هم محبوس سیاسی ندارد، انسانها را برای اندیشه سالم، برای اندیشه سیاسی، برای فکرهای دینی یا اندیشه های دینی زندان نمی کنند. ما هزارها مهاجران، هزارها محبوسان سیاسی داریم، آنها هیچ گناه ندارند، تنها به خاطر حمایت همین وحدت و صلح، تنها به خاطر اندیشه سالم و دیگر اندیشه امروز در زندان قرار گرفتند. کشوری که وحدت دارد مهاجر سیاسی ندارد. ما هزارها هزار، دهها هزار مهاجر سیاسی داریم و آن نهادی که مقام پناهنده را میدهد، وقتی یک تاجیک مراجعت میکند که تا یک مقام سیاسی را، پناهنده سیاسی را کسب کند، اون مقامات های بفهم یا اون کارمندانی که در این مقامات کار میکنند شخصیت زیرک هستند، با عقل هستند. آنها وقتی که عرض شما را میشنوند و وضع فعلی سیاسی را میبیند، اگر کمترین دلیل پیدا میکند که واقعا کشور ما کشور عدالت است، کشور با ثبات است و وضع فعلیش دارای ثبات سیاسی دارد، حتما این تاجیک را به کشورش گسیل میکند. نگاه کنید که هزارها هزار تاجیک امروز پناهنده سیاسی را کسب کرده است. این خودش نشانه، بهترین شاید نشانه باشد که امروز از وضع فعلی کشور نمایش داده شده است. کشوری که در یک کشوری که اگر یک نفر 20 سال و 25 سال و 30 سال راهبر دولت باشد، در آن کشور هیچگاه اتحاد و وحدت نمی شود. این حرف من نیست، این حرف تاریخ است و تاریخ هم اثبات کرده است. به طور مثال زین العابدین بن علی راهبر بیش از 25 ساله کشور تونس بود. او اگر خطا نکنم سال 2009 در انتخابات پرزیدنتی نوبتی نامزدی خود را گذاشت و با گوی و رأی 90% مردم باز هم رهبر دولت انتخاب شد و پیامی برای مردم داخل خارج رساند که گویا این کشور وحدت دارد، وحدت مردمی دارد. ولی دیر نگذشته شاید یک سال، شاید چند بیشتر از یک سال، باز همون مردم او را سرنگون کردند. معمر قدافی، روبرت موگامبه، حسنی مبارک و آن شخصهای دیگری که 40 سال و 50 سال و 30 سال رهبر کشور هستند و فکر میکنند که مردم آن را دوست می‌دارد و وحدت کامل در کشورش دارد، همون مردم با او را سرنگون کردند که خود را هر چیز مینامند. اگر وحدت میخواستند و منفعت وحدت را از منفعت شخصی خود بالا می‌داشتند، واقعا اولین کاری که میکردند باید احترام و رعایت حقوق شهروندان خود را میکردند. انتخابات آزاد برگزار میکردند و از 7 سال و 8 سال دیگر این مرز را عبور نمیکردند. واقعا اگر وحدت را میخواستند، ولی شرط وحدت این است که رعایت به حقوق شهروندان خود است. هر کشوری که رعایت حقوق شهروندان خود را میکند و انتخابات آزاد دارد و قانون محور است و قانون را اطاعت میکند، ارزش‌ها را در هر کشوری که پایمال کرد، در آن کشور هیچگاه وحدت و اتحاد نخواهد بود. من به حکومتداران امروزه خود مراجعت میکنم که اگر واقعا شما وحدت را میخواهید، پیشرفت کشور را میخواهید، آبادی و آرامی کشور را میخواهید، پیش از همه رعایت حقوق
انسانها و شهروند خود را کنید. این زندانی‌های سیاسی که هزارها نفر هستند آنها بیگناه هستند، آنها را آزاد کنید و قانون خود را، قانون کشور را، سرقانون را اطاعت کنید. این است یک خواهش یک شهروند تاجیکستان. شاید این خواهش میلیون ها نفر، شاید خواهش همه شما باشد. این خواهش را ما گفتیم و میخواستم یک نقطه از جانب خودم به اندیشه خودم خیلی مهم است، این را برای شما، برای آن که از این منبر استفاده برم، زیرا رهبران احزاب سیاسی، جنبش ها و حرکت ها در اینجا وجود دارند و این پیام را هم به همون احزاب سیاسی که در کشور هستند میخواستم برسانم. میخواستم درباره یک مشکلات گپ زنم که این مشکلات خیلی گفتیم عمومی است و نگران کننده است، به یک مشکلات فاجعه تبدیل یافته است. این مشکلات مهاجرین است. امروز نتیجه مهاجرت تاجیک که روند مجبوری را کسب کرده است از نتیجه جنگ بهتر است. اگر نتیجه یک جنگ این تلفات انسانی باشد، تلفات جانی باشد، معیوب و زخمی شدن شهروندان باشد، انسانها باشد، بیخانه و در ماندن انسانها باشد، پاش شدن عائله ها باشد، به شوهر ماندن زنها باشد، به نام و گمنام شدن شهروندان باشد، عیناً همین نتیجه را مهاجرت تاجیک داده ایستاده است. شما ببینید که در یک سال ما تقریبا 2000 مهاجرینی که بیرون از کشور فعالیت میکنند جان خود را از دست میدهند. دهها هزار معیوب و زخمی و بیمار به وطن برمیگردد. کودکان یتیم میمانند. اگر در این 25 سال مهاجرت شما ببینید یک آمار میانه که گرفت که امروز افسوس که یگان آمار وجود ندارد، چون حکومت جمهوری تاجیکستان به آن اعتبار نخواهد داد، نداده است تا امروز. ما نمیدانیم که در این 25 سال چندین هزار شهروندان ما تلفات داده است، تلفات جانی داده است، هلاک شده است. اگر ما به طور خود ما فکر کنیم و یک آمار نگاه کنیم، تقریبا شاید بیش از 50,000 مهاجرین ما در بیرون از وطن در مهاجرت، در کار و فعالیت خود جان خود را داده است. اگر با همین احوال و منحال مهاجرت تاجیک دوام یابد، بعد از 10 سال نتیجه مهاجرت تاجیک از نتیجه جنگ شهروندی تاجیکان که امروز ما بحث داریم و گپ داریم بدتر خواهد بود و بعد از 10 سال باز در اینجا در تاجیکستان است، در یک کشور دیگر است، میشینیم باعث افسوس میخوریم که این مهاجران را نجات نداده تانستیم. باید همه ما، چه حکومت باشد چه احزاب سیاسی باشد، من خواهش میکنم که یک برنامه فراگیر درباره برگرداندن آن مهاجرین کرده شود. حداقل ما پیشنهاد کردیم به حکومت جمهوری تاجیکستان که انعکاس زندگی مردم مهاجر را نشان دهد تا مردم به مهاجرت نرود. بهر این من از همه شما خواهش میکنم که حداقل امروز حکومت جمهوری تاجیکستان تسلیت برای هلاک شدگان نمیگوید، احزاب سیاسی جنبش‌ها باید به مهاجرینی که هلاک میشوند تسلیت بگوید و یک برنامه فراگیر بین اینها باشد که مهاجرین برگردند و ما این ملت تاجیک را از مهاجرت نجات دهیم و خود ملت را هم نجات دهیم که تا 10 سال‌های آینده پشیمانی نکنیم. تشکر زیاد. شاید من از میور بیشتر گپ زدم و برای همه شما برای کار و شرفمندی و دلیرمندی آرزو ماندم. سلامت باشید.